موزه هنرهای معاصر اصفهان روند تقویمی شکلگیری و بازسازی‌های آن و تأثیر عمیقی که بر چشمانداز فرهنگی شهر داشته داستانی شنیدنی است. سفر مرمت موزه روایتی است از تغییر و تعالی کاربردی و معنوی معماری ایران. این بنای باشکوه بخشی از یک کاخ تاریخی است که در طول زمان دستخوش دگرگونی‌های قابل توجهی شده است و امروزه به عنوان شاهدی بر ترکیبی هماهنگ از کالبد گذشته و روح هنر معاصر نقش آفرینی می‌کند.